آقای دکتر سیار در خدمت شما هستیم. من دارم یه دنبال یه کلمه میگردم. الان فکر میکنم باید بگم زندگی قدسی. یعنی ما چالش امروزمون اتفاقا اینه که یه عده میخوان در واقع تقدس ها رو، یعنی اینکه چرا ما باید بگیم که همه چیز مقدسه، این آب مقدسه، اون نون مقدسه، این کار مقدسه، ازدواج مقدسه، هی چقدر مقدس 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 و عرفی بشیم، یعنی زندگیمون معمولی بشه و هر چیزی رو مقدس تلقی نکنیم. ولی ببینید در این جدال بین عرفی شدن و مقدس ماندن، موسیقی و یه کار در واقع بومی چقدر میتونه به ما یادآوری کنه که کار مقدسه، صید مروارید مقدسه، ازدواج مقدسه، پدر بزرگ مقدسه. یعنی این عظمتی که پدر بزرگ که در با گپو، درسته؟ بله، با گپو در این کار داره، در اون اوج کار با گپو، یعنی اون تقدس سنت در واقع حاکم میشه بر کار و این پیوندها مقدسند و این جاریه در زندگی. لازم نیست که فقط در واقع تقدس رو در نماز و روزه و دعا و اینها پیگیری کنیم. نه، تمام جریان زندگی در تمدن ما با تقدس آمیخته بوده. بله. و ما هم این در واقع این کار رو در این اجرا میبینیم. خیلی عالی. خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزار.